یک مهاجر را در مرکز مسکو در نزد دیوارهای کرمل لتو کوب کردند. مهاجر قرغیز ادعا دارد که او نه از جانب او باشان بلکه از سوی چند نفر در لباس پلیس تحقیر و لتو کوب شده است. مهاجر قرغیز نورسلطان اسماعیلیف میگوید در ایستگاه متروی اخواتنی ریاد انتظار همکارش بود که چند پلیس به نزدش آمدند و حجت طلب کردند. او شناسنامه و اجازتنامه بودوباش را به پلیس نشان داد، ولی این پلیس را قانع نکرد و از او خواستند برای تفتیش با آنها به نزد اتوبوس برود. نورسلطان فکر کرد که او را به نداشتن نقاب طبی و دستپوش متهم خواهند کرد. بنابراین به ثبت این حالت در تلفنش شروع کرد و نقاب داشت و ویدیو می توانست در حالت ضروری دلیل برای اثبات کردن بیگناهی باشد. نورسلطان ادعا دارد که کارمندان پلیس او را به پشت اتوبوس بردند و لتو کوب کردند. بعدا به او فرمان دادند دستانش را بالا برداشته به پشت اتوبوس گذارد و پایهایش را به دو طرف یازاند و شکل ستاره را بگیرد. مرا مجبور می کردند، پایهایم درد می کرد، دیگر ایستادن نمی توانستم، ولی باز آمده می زدند. وقتی این همه به آخر رسید و مهاجر از چنگ پلیس رها شد، او به بیمارخانه مراجعت کرد و به دکتران نقل کرد که در کجا آسیب دیده است. با وجود 2 ساعت انتظاری پزشکان به او خلاصه طبی ندادند. روز دیگر نورسلطان به سازمان تانک جهانی که به مهاجران کمک میرساند زنگ زد. با توجه به وضع مهاجر، ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران به نزد او آمد و به او در نوشتن عریضه به کمیته تفتیشاتی روسیه کمک کرد. چوپیک همچنین سفارت قرغیزستان را هم از این قضیه آگاه کرده است. به من در یک ماه تقریبا 5 و 6 مهاجر شکایت میکنند که از طرف پلیس زورآوری و لتو کوب شدند. یعنی نه تنها در آن روزها به آب و خوراک و حاجت براری نگاه داشته میشوند، بلکه آنها لتو کوب و تحقیر هم میگردند. در نهایت نورسلطان را برای تشخیص به نقطه طبی ناحیه سکالنیکی بردند. تشخیص معین کرد که او از سر و پای جراحت برداشته است. پزشکان نقطه طبی یاری تجلی را دعوت کرده نورسلطان را در بیمارستان بستری کردند. نورسلطان به بخش نستایش وریمیا یک رقمی را داد که گویا توسط آن مفتش به او زنگ زده بود. او به مهاجر خود را معرفی نکرده است و خبرنگاران هم نتوانستند با او تماس بگیرند. سخنگوی ریاست کارهای داخلی شهری مسکو هم از دادن شرح در رابطه با این قضیه خودداری کرد. کمیته تفتیشاتی موظف است در مدت 3 روز عریضه شکایتی را قبول کند و یا در باره آغاز یا رد کردن پرونده جنایتی قرار قبول نماید.